چگونه آنچه را می‌خوانید به خاطر بسپارید؟ گاهی کتابی شگفت‌انگیز را خوانده‌ایم که سرشار از درس‌ها و نکات مهم بوده است، ولی وقتی در موقعیتی قرار می‌گیریم که می‌توانیم از نکات آن استفاده کنیم، چیزی به خاطر نمی‌آوریم. این در حالی است که مطالعه کتاب باید تأثیری مثبت و ماندگار بر زندگی ما داشته باشد. در ادامه راهکارهایی برای به خاطر سپردن بهتر مطالب پیشنهاد می‌دهیم. 1. انتخاب کتاب خوب. هیچ قانونی برای انتخاب کتاب وجود ندارد. مجبور نیستید که پرفروش‌ترین کتاب‌ها یا کتاب‌هایی را بخوانید که دیگران با اشتیاق درباره‌شان حرف می‌زنند. روی کتاب‌هایی تمرکز کنید که با گذشت زمان ارزش خود را از دست نمی‌دهند. علاقه شما را برمی‌انگیزند، شما را به چالش می‌کشند. نکته دیگر برای انتخاب کتاب مطابقت آن با شرایط شماست. ژانرها یا نویسنده‌هایی را انتخاب کنید که می‌توانند به غلبه بر چالش‌های فعلی شما کمک کنند یا دیدگاه جدیدی به شما بدهند. دوم، دانستن دلیل خود برای مطالعه. چرا این کتاب را می‌خوانید؟ برای سرگرمی، شناختن شخص یا چیزی که نمی‌شناسید، پیشرفت در کارتان، یادگیری مهارتی جدید یا برای آشنایی با نحوه راه‌اندازی کسب و کار جدید؟ باید بدانید که از کتاب چه می‌خواهید. اگر نیت خود از مطالعه را ندانید، آنچه را می‌خوانید به خاطر نخواهید. سوم، مطرح کردن پرسش‌های عمیق درباره مطالب. پرسیدن سوال هنگام مطالعه فرایند خواندن کتاب را تجربی‌تر می‌کند. عصب شناسی به نام اریک کندل در پژوهش خود در دهه 1970 پی برد که سیناپس‌ها با تجربه تغییر می‌کنند. یعنی اگر می‌خواهید مغزتان را از مغزی که فقط می‌خواند به مغزی تغییر دهید که مطالب را به خاطر می‌سپارد، باید خواندن را تجربه کنید. برای این کار چند روش وجود دارد، ولی سوال کردن یکی از مستقیم‌ترین روش هاست. چهارم، آماده شدن برای مطالعه. تا به حال اصطلاح پیش زمینه سازی یا پرایمینگ را شنیده اید؟ پیش زمینه سازی یکی از معدود تکنیک‌های مفید در تندخوانی است. پیش زمینه سازی یعنی قبل از خواندن کتاب قسمت‌های مختلف آن را بررسی کنید. البته این فرایند همیشه یکسان نیست، زیرا همه کتاب‌ها یکسان نیستند. با این حال معمولاً این فرایند شامل این اقدامات است: تحلیل نوشته پشت کتاب، توجه به آرم یا نشان مؤسسه انتشاراتی، بررسی آثار استناد شده یا کتاب شناسی، مطالعه فهرست مطالب و مقدمه و بخش نتیجه گیری، مشاهده عکس‌ها، نمودارها و سایر بخش‌های تصویری. پنجم، کسب اطلاعات درباره زمینه و شرایط نگارش کتاب. بعضی از کتاب‌ها وقتی درباره زندگی نویسنده یا مکان و زمان نگارش آنها چیزهایی می‌دانیم، معنای بیشتری پیدا می‌کنند. سعی کنید که زمینه تاریخی کتاب‌های قدیمی‌تر را درک کنید. اگر کتاب در کشوری ناآشنا نوشته شده است، زمینه فرهنگی آن را درک کنید. مثلا از خودتان بپرسید چرا نویسنده این کتاب را نوشته است؟ نویسنده چه کتاب‌های دیگری نوشته است؟ شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زمان نوشته شدن این کتاب چگونه بوده است؟ ششم، ترکیب موضوعات مختلف.
بسیاری از افراد وقتی کتابی را برمی‌دارند از ابتدا تا انتهای آن را به هر زحمتی می‌خوانند. این کار اشتباهی بزرگ است. بر اساس پژوهش‌ها می‌دانیم که اگر وسط مطالعه استراحت کنید و بین موضوعات جابجا شوید، مطالب بیشتری را به خاطر می‌سپارید. مثلا می توانید 3 کتاب را همزمان بخوانید. پس از خواندن یک فصل از یکی از آنها یک فصل از کتاب دوم را بخوانید و از کتابی به کتاب دیگر بروید. با این کار مطالبی را که در کتاب‌ها خوانده اید با هم مقایسه می کنید و مغزتان ارتباطاتی را ایجاد می کند که به خاطر سپردن بهتر مطالب را آسان‌تر می کند. ترکیب موضوعات علاوه بر کمک به حفظ بهتر مطالب با ایجاد ارتباطات به تمیز دادن مفاهیم و حتی اشیای ظاهرا مشابه کمک می کند. می توانید از این روش برای مطالعه دروس خود نیز استفاده کنید. فرض کنید که باید در 3 روز 3 کتاب را بخوانید و برای امتحان آماده شوید. جلسه اول کتاب الف، ب و جیم، جلسه دوم کتاب ب و جیم و الف، جلسه سوم کتاب جیم، الف و ب. مشخص شده است که به هم ریختن ترتیب مطالعه موجب می شود که چیزهای بیشتری را به خاطر بسپاریم. 7. حفظ تمرکز. در زمان مطالعه کتاب فقط روی آن تمرکز کنید، یعنی گوشیتان را نگاه نکنید، تلویزیون تماشا نکنید یا به اطراف خیره نشوید. درک کردن و فهمیدن مطالب کتاب نیازمند افزایش تمرکز است، به ویژه اگر موضوع آن پیچیده و دشوار باشد. 8. یادداشت برداری. بهترین روش یادداشت برداری روشی است که برای شما مناسب است و به راحتی می توانید آن را انجام دهید. بعضی یادداشت‌هایشان را در دفترچه می نویسند، بعضی نیز ابزارهای دیجیتالی را ترجیح می دهند. روش یادداشت برداری را متناسب با اهدافتان انتخاب کنید. مثلا می توانید خلاصه کوتاه از هر فصل بنویسید و جملات یا عبارات مهم را یادداشت کنید، یا خلاصه هر فصل را در پایان آن بنویسید. در جلسه بعدی مطالعه نیز با خواندن خلاصه فصل‌های قبلی شروع کنید تا برای مطالعه بخش‌های بعدی کتاب آماده شوید. 9. ایجاد پیوندهای ذهنی. می توان هر مفهوم یا حقیقت را به مفاهیم و حقایق بیشمار دیگری پیوند داد. ایجاد ارتباط و پیوند روشی مفید برای به خاطر سپردن بهتر مطالبی است که می‌خوانیم. ساختن تصاویر ذهنی واضح یکی از مؤثرترین تکنیک‌ها برای به خاطر سپردن مطالب است. وقتی به عبارت یا مفهوم مهمی می‌رسید، آن را مجسم کنید. با ارتباط دادن این تصاویر به سایر ایده‌هایی که در مغزتان وجود دارند، تا حد امکان آن را برجسته و متمایز کنید. 10. دست کشیدن از مطالعه در صورت خستگی. مجبور نیستید کتابی را که شروع کرده اید تا آخر بخوانید. کسانی که عاشق مطالعه اند هرگز کتاب‌های بد را تا آخر نمی‌خوانند. کتاب‌های بد سم فکری اند و ذهن را خراب می‌کنند. زندگی کوتاه‌تر از آن است آن را صرف خواندن کتاب‌های بد کنید. نویسنده و کتابداری به نام نانسی پرل قانون 50 را پیشنهاد می‌کند. 50 صفحه اول کتاب را بخوانید و سپس تصمیم بگیرید که آیا این کتاب ارزش خواندن انتها را دارد. خیر. نانسی پرل در این زمینه میگوید اگر در انتهای صفحه 50 تنها چیزی که واقعا میخوانید بدانید این است که چه کسی با چه کسی ازدواج میکند یا قاتل کیست، به صفحه آخر کتاب بروید تا این را بفهمید. اگر در صفحه آخر مشخص نشده است، به صفحه ما قبل آخر یا صفحه قبل از آن بروید تا جایی عقب‌تر بروید که برای کشف آنچه میخواهید بدانید لازم است.